سلام دوستان مهربان، روز سعید جمع مبارک. خواهش میکنم با دقت گوش کنید. از برای خدا مانده شدم. من کو پروا ندارم. آموخته بعضی خیتیرو شدم که و یا ام خیلی احمق میمونن. خدا هدایتشون کنه. اما هم یک شخص خواهرش، زنش، فرزندش گم میشوه. وقتی کامنتر میخونه بعد میگه که این قدر برادران ما مسلمانی ما آدم پس بدن. ایجا میدونه که بعضی هستن که متاسفانه از انسانگرایی و دین اسلام دورن. از برای خدا بس کنه. خیلی هم پرزیدنت میگه همین من 2 بار 3 بار الحمدلله حج رفتم. نخو همین قدر مهنت کنم، مهره چشم او کنم، وقت صرف کنم، نروی تراتید کنم به خاطر ملتم، به خاطر مسلمانا. من به زلال شما باشم. همین خدا نشونت یا درد سر یگان تا نبینم. همین خواهر دادر یک کسی شما گم میشه، یگان جرس میشه، یگان مرگ مرده اوری منم حرکت میکنم کمی هم باشه ذره و همین حسی وطن دوستی و همین خدمت ما برسونم در وطنم، در ملتم. از برای خدا بس کنی. بتونی هم یک لایک یک کامنتر خوب ماشاءالله خدا یافشه و خدا رحمتش کنه. مثال میگه هم خیلی نویسه تو همین من به خدا ای لایک کامنتر شما یگان سون کار نمیکنم. اما هم که ویدیو پیش میروه ما با او خاطر زوره میکنم. او سولایی که لایک کامنتر میکنه کار میکنه او وقت دیگه بود. هم که حاضر ویدیو پیش میروه. این خواهر که صورتش میبینی این خواهرجان در شهر سنت پترزبورگ که نو عروس است گم شده. شوهرش با من برمت پاسپورت شوهرش دم پاسپورت خودش روز 27 و 26 سپتامبر گم شدگی. تمام جورا میکوان اهل بیتش بعد ما میمونن. التماس ویدیو را پاک خواهر عزیز خواهش میکنم در جای اهل بیت گفته تشویش دیدن شاید از سیزا باشه برادران خواهر دیده من صورتش میمونم. التماس هم یا بگه زنگ بزنه رقم شوهرشم. از برای خدا بعضی مشنیکا هستن که اهمی من استفاده برای انا خواهر تا یافتم یا زن تا یافتم یا مقصد دختر در فلان جا هم قسم پارتو من میدونم یا تش خدی وحدت های خاک ان شاء الله روز نه روز دوای در دست میخره. از برای خدا بس کنه. التماس ای ملت عزیزم والله قسم در شهر هندوستان اهم دوری در حق همه مسلمانان در خصوصا در حق تاجیکستان دعا که وقت جهان گشته میبینی مقصد میگن جهان گشته باشه جهان خوردن یعنی میگردی بعد میبینی بعد به قدر وطن میرسی. از برای خدا والله قسم در این ویدیو هم حرکت می‌کنم چون که احساساتیان реклама کم بزنه باگ نگم برای رکلام خودش. هم ویدیو 1 مینوت 2 مینوت میشه پهنش کنید تو هم خواهرجان باشه. خواهرجان عزیز خواهش میکنم زنگ بزن به شوهر تا به اهل بیت پدر و مادر عزیز خواهش میکنم پیش از شوهر دادن نصیحت کنید خواهر را برای پدر و عزیز بچه‌ها را نصیحت کنید به خاطر که برای یک جنگ جنجال کم از اسلام که دور میشیم بعد اینم خیلی گپ خبر میشه. خدا یافشه صبر ته اهل بیت. التماس ویدیو را پاک کنید. خدا نگهدار.